اگه استایلیست جوکر تو قسمت خانوما بودم به یه سری نکته ها بیشتر توجه میکردم. به نظر من رو مخترین استایل خانم میرعلمی بود. چطوری میشه که یه شومیز بلندتر از یه کت بلند، یعنی شما کتت بلنده شومیزت هم بلنده، این دوتا رو با هم بپوشید؟ حداقل میشد که شومیز قدش کوتاه‌تر از کت باشه، حالا حتی به خاطر محدودیت هایی که وجود داشت. نکته دوم در مورد اتوی لباسه که یه قسمت هایی از لباس کامل پف وایساده بود و به نظر من اتوی مناسبی نداشت. نکته بعدی اینه که به نظر من قسمت سرشونه ها اصلا متناسب با اندام نبود. اگه تو ساعات طولانی جایی میری حتما باید به این نکته توجه بکنی که یه لباسی رو انتخاب بکنی که خیلی کمتر چروک بشه که اونقدر به چشم نیاد و بقیه متوجهش بشن. استایل بعدی در مورد استایل خانم ستوده است. اون شالی که سرشون بود امکان نداشت من هیچ وقت با کت شلوار کرم بپوشمش، میتونستن با شال سرخابی یا زرشکی استایل بکنن. به نظرم جذاب ترین استایلا مال خانم عبدالرزاقی و خانم قاسمی بود. در مورد خانم صامتی هم هیچ نظری ندارم، شما نظرتون رو کامنت کنید.